سلام علیک بر دوستان گرامی. این دارم مناظر دیدنی سمنانی که بگیم وجود نهره رو بهتون نشون میدم. زیبایی های سمنان رو میبینید، پرنده های زیبا اونور رو نگاه، آب رو نگاه کن بگیر براشون. سمنان کبیر نیست. چشم داره تازه. یک دوستان گرامی سلام دست نه راجی. بچه ها کنین هیچ جا پایی نداره. اینجا دستم بود. الان از اون میخواد بیاد پایین. این ور آش احساس میکنم یکم بهتره. نه پشیمون شد. نظر درباره این صخره چیه؟ عالیه. خیلی همیشه میگم چه حس اینجا دیگه نمیتونه بیاد پایین، باید بپره. سالم. آقایان و خانم‌های گرامی، اینجا طبیعت زیبایی، ولی اگه آشغال بریزن، اگه نریزن بهتره. یکم اینو بریم بالا یه ریزی پس کنیم. اینجا سایه سونک حال میده. ساعت فرنگ بریم. اینجا کم ما سفته توی ویدیو بگیر ببین از چه راهی اومدی. خب بیا بالا. بچه راش خیلی بده.
من را اشتباهی اومدم. نه راست درست بیا این بچه گل یه لحظه ویدیو یکم راه خیلی حساس تر از قبلش شد، مجبور شدیم قطع کنیم. راه همچین چیزی بود. بزنیم برم این برتر. همچین راهی اومدیم بالا، یکم خیلی زیادی خطری بود، من همین قطع کردیم. بریم حالا 4 تا دیدنی جاده سلامت سمنان که اونجا میشه رو بهتون نشون بدیم. زیبایی نگاه کنین از یه راه اینجوری بس بریم پایینی میرسیم اینجا. این آشغالا نبود خیلی قشنگ‌تر میشه، ولی جای خیلی خفنیه. 3-4 متر هم عمق داره. همچین جایی وسط ایناییم که میبینین یه دونه چشم از آبش میره اون طرفی. زیبایی طبیعت رو میبینید، زیبایی‌های جاده سمنان وجود نداره ها. این ویدیو مخصوص همونا هست. آریم رو کنم که از این ور بخوایم بریم این ور باز دوباره باز بیاییم بالا از این ور بپریم. نه این ورش راه داره. بیا بده گوشی حالا تو بیا پایین. چه اینجا آشغال ریختم. اوه بیا اینجا جوابش خیلی زلاله ولی داخلش آشغال زیاد میریزن. تو لونه پشه اومدیم. ویدیو بگیرم من اینجا برم. وایس دهن منو بپوشم تو سوراخ مرخ دماغم منو پیری کشی که داریم. اینجور مسکو داره اینجور جا میخوره. قدمی دمتیه خودت میدونی برای چی گفتم. من از این ور میرم. یه تیکه های از اینا رو میگیریم. بیا از این بگیریم نکنه یه سری گیاهاننده از زیاد دیدیم زیاد میشه. اوه نگاه کنیم اینجا پره دیگه. اینجاش مثلا کلی اینجا بریم این بالا یکم. اینجا پره دیگه. این تو ماره هست چه میدونم کلی لونه پرنده این داخله. الان بهاره سرسبز شده داخل زمستون خیلی اینجا جای زشتی اصلا ترسناک میشه دست. اینجا هم که خیلی قشنگه. اینجا هم که یه خاره که همیشه میشه سوی لباس ما قروش زنبور هم هست. اما وسط اینو بگم که یه دونه چشمه است که تا اونجا میره. بریم چشمه رو بهتون نشون بدیم. چشمشم فکر کنم این اکسید آهن یا یه همچین چیز فلزی که سمیه داره داخل آبش کلا جلبک هایی که میبنده توش نارنجیه به کنار. آقا نگاه کن اینجا مثلا انگار روغن ریخته شده داخلش و طبیعیه اینا. ما فکر کنیم آبش گاز داره پندک زدیم دیدیم نگیره. اینجا نگاه آشغالم ریختم مردم. چشمه میادش دیگه. همه اینور جاریه چشمه آب روونه. هم از اینوره خیلی کمتر البته. بچه گل این بود ویدیو امروز. همگی خدا نگهدار. خداحافظ.